دوستان گرامی، امروز می خواهیم درباره ستر و یا به عباره دیگر درباره حجاب چند کلمات پیشکش شما نماییم. از بس که حجاب یکی از فرموده های خداوند است و مورد است که سخن را در این موضوع با این آیه کریمه آغاز بخشید. خداوند در سوره مبارکه احزاب فرموده است: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیچ مرد و زن مؤمن حق ندارند هنگامی که خداوند و پیامبرش امر را فرمان دهند در برابر امر خدا اختیار داشته باشند و چون و چرا گویند، و هر کسی از امر خدا و پیامبرش سرپیچی کند در گمراهی آشکار قرار دارد. ایا مادر گرامی، ایا خواهر ارجمند، ایا زنی که خداوند تو را از میان صدها هزار بلکه از میان میلیون ها نفر نظر لطف و رحمت نموده به نعمت ایمان مشرفت گردانیده است. او تعالی به بندگان مؤمنش بهر سعادت آنان این خطاب را نازل کرده است: هیچ مرد و زن مؤمن حق ندارند هنگامی که خداوند و پیامبرش امر را فرمان دهند در برابر امر خدا اختیار داشته باشند و چون و چرا گویند. مادر عزیز و ارجمند، خواهر همچون گل گرامی، خدا را شناختن این به آن معنا که عهد و پیمان بستن با خالق یگانه است. عهد و پیمان بر اجرای فرموده ها و دوری از چیزهایی که او تعالی من نموده است. حقیقت ایمان نیز عبارت از باوری همراه با اطاعت است. ایمان واقعی همان است که ثمره و نتیجه آن در عمل دیده شود. از فرموده های آفریدگار یکتا پوشش ستر است. ستر یعنی اطاعت خالق تواناست. ستر یعنی دلیل ایمانداری است. ستر یعنی رمز عفت و پاک دامنی است. ستر این مال کدام قوم، عرف و عادت کدام یک ملت نیست. ستر عقب ماندگی نیست. ستر بی‌فرهنگی نیست. برعکس ستر کمال فرهنگداری و کمال پیشرفت است. مگر فرهنگداری بهتر و بالاتر از اطاعت خالق هست؟ بی ستری که آشکارا سرپیچی نمودن از فرمان خداوند آسمان ها و زمین است، می توان آن را پیشرفت گفته شود؟ خواهر عزیز، در مورد ستر در قرآن کریم آیه های آشکار برایت آمده است. از جمله این آیت ها آیه 31 سوره نور است که خداوند خطاب به زنان مسلمان نموده چنین فرموده است: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ای پیامبر، بر زنان مسلمانان بگو چشمان خود را از دیدن نامحرم باز دارند و اندام خود را از عمل زشت نگاه دارند و زینت و آرایش خود را به جز دست و روی خود کشاده نگذارند و باید گردن و پیشی بر خود را با روسری بپوشانند. بله، با این صراحت و روشنی، با این جدیت و قاطعیت، خداوند به شما خواهران و زنان مسلمانان بر پوشش دستور داده است. اینچنین در سوره احزاب خداوند فرموده است: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و اینچنین به زنان مسلمانان بگو لباسهای خود را فراتر سازند تا بدنشان پوشیده باشد و با عفت و پاکدامنی شناخته شوند و از جانب اهل فسق و فجور مورد آزار قرار نگیرند و اگر تا امروز از آنها خطا و کوتاهی سر زده بود، خداوند آمرزنده و مهربان است.
عورت چیست و مقدار آن چه اندازه است؟ عورت عضوی را گویند که پوشش آن نزد بیگانگان حتمی باشد. عورت زن مسلمان عبارت از همه عضو بدن به جز دست و روی اوست. فرموده آشکار قرآن و فریضه حتمی الهی است که زن مسلمان هنگامی که به کوچه می براید به جز دست و روی خود دیگر همه عضو بدنش را با لباس ناوابسته از رنگ آن بپوشاند. این پوشش نه خاص قوم معین است و نه اختراع ملت. این امر و فرمان آفریدگار عالم برای همه زنان در همه عصر و زمان است.